این آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کووید 19 رو به سمع و نظر شما عزیزان میرسونم. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2685 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1423 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه 4089 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 208 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 17190 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 309437 نفر هستند که از این تعداد 268102 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی کادر بهداشت درمان بهبود یافتند.